شما زنده تر از امام حسین در عالم سراغ دارین؟ زنده مگه کیه؟ اون که اصحاب اثره. کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم. اون در منتها درجه سعادتی است که اونجا فرشتگان غبطه میخورن به حال او. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم. امام حسین قصه همه ما رو خورده. اون داره میگه که قصه نخورید که عشق هست، قصه نخورید که یک چنین عالمی است که ما به خاطرش رقص کنن زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم، ببینید چشمشون به چه مقامی افتاده که زیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت. چرا اینقدر مشتاق بودن؟ به ما درس دادن که تو این بدن نیستی، نترس از این مرگ. این مرگ در حقیقت خروج تو از زندان این عالمه.